بچه ها، پویان گیم باس هستم. چطورید؟ امروز اومدیم با بدوارز با مجتبی. سلام کن. معلوم نیستم. سلام کن. سلام کن. سلام. بعدش چی باید بگم؟ بابا مسخره. خودش یه ساعت برنامه ریزی که الان میگه چی باید بگم. خب اومدیم یه بار بدوارز بریم. کجایی؟ کجا رفتی؟ پشتتم. دیدمت. خب اینم مجتباست. خب امروز اینم محمد فودلاوره. محمد فیریزه. سلام بچه ها. سلام محمد فیریزه. فودلاور چه بودیم. فرقی میکنه؟ خب بچه ها ما دوربین رو باید برداریم چون نگاه کنید انگار بازی دستم رو دوربین هست. دوربین موندن بی‌معنیه. دوربین رو برمیدارم. فقط ما شما دوربین رو برداشتی دوربین داری؟ نیست. میخوایم یه دست به بدوارز خفن بریم بازی کنیم شادی کنیم. بچه منظرتون من میبرم یا مجتبی؟ من میبرم. مطمئنم من میبرم. برنده یه کارت برای اون میخره. کارت چی؟ کندی. ویدیوش هم بذاریم؟ آره. اوکی. خب بیا همزمان شیرجه بزنیم. به پرتوش. خب الان 10 ثانیه طول میکشه تا بریم وسط. پویان کرمریزی. پویان نکن تو رو امام حسین. افتیدم پایین. ازم دمش اینم کشم. مپه دارید میبینید مپو. اینم مجتباست. و این ویدیو میره داخل کانال گیمینگ، نمیره داخل کانال اصلی. چه دیوونه ای؟ رفتیم تو بازی. بده چه رنگ؟ بده زردم. من آبی شدم. پویان زرد شده. گوش سمت راستم هست. اینجا باید آهنا رو برداریم بریم پشم. بابا این آهن نیست. اوریون. اوریونه خیلی فایر بردم. اوریونه. آیرون. چه فرقی میکنه؟ اوریون هم خونده میشه. اوریونا رو برمیداریم. بابا آیرون دلقک آیرون. توی 5 دقیقه میتونم پویان رو ببرم. آره همین دست قبل با هم دیگه بابا دایموندی دیگه مجاز نیست این موقع ببر. حرف مف نزن. دایموندی اوریون دایموند با هم دیگه شانسی رفتیم همین واسه آزمایشی ببینیم کی میبره. من بردم. چت شده؟ اثرات اوتیسم. نگاه کنید میخوایم نعنا برداریم. نعنا اون لگ میشه. نعنا برداشتم. نمیخوای نعنا؟ گیر کرد نعنا هم بالا. نعنا میخوای؟ میگه نعنا برداشتم. نعنا از کجا؟ درخت پیش خونم. این نعنا ساقای آلبالوه. چه فرقی میکنه؟ نمیخوره از سیره. خب 10 تا اندستونی میخریم. اینجا رو با اندستون پر میکنیم. بچه همون اندستون چیه؟ این آدم براشو بگی بفهمن. اندستون سنگایی که داخل اند هست، جایی که اژدها میخوابه. اینجا هم 2 تا میرم جلو. همین اول بازی برم پویانو بزنم تموم. بابا منو خداحافظی کنیم با هم دیگه. ویدیو زیاد حجمش نگیره. حرف مفرزه منو بدم اون ساختم. کدوم از این؟ بابا بذار بسازم. همینو که هست. بدوارزه. همینو هست. میارم. این کوچیکی خودتون ببخشید. مجتبی رو آنفالو کنید بچه. نشین تا آنفالو کنم. منتظرمون تا آنفالو کنم. آنفالو نمیکنن فالو هم میکنن. همینه که هست. حالا چرا فشار میخوری؟ فشار چیه؟ من فشار نمیخورم. فشار من نمیخورم. ببین ما تو راه دادم داخل ویدیو هم اومده بچه اومده داخل پیویم بیان داده لطفا بذار بیام خونتون با هم دیگه ویدیو بگیریم پیج منم دیده بشه. بهش گفتم من واسه خونه‌شون پایینه. حرف مف میزنه. یه ولاگم میگیرم از خونمون. بچه شب هم ولاگ قایموشک داریم. بله مجتبی لو داد. میکائیل بچه ها نمیشناسم. میکائیل رو میشناسن. خواهند شناخت. اینم عمو پویانه. میخوایم بریم عمو پویان رو سلاخی کنیم. بیا تا سلاخیت کنم. سلاخی پویان رو سلاخی کنیم.
پویانه تو گونی میکنیم. بابا من یه دونه بو خریدم. بوم کجا رفت؟ دفع میشه خدا. خب 5 دقیقه اول میخوایم بزنیمش. بسم الله علی الرحمن الرحیم. خب یه کار سوسکی کنم. اسکی اگر برسم. نه غلط پویان. چقدر میخوای پول؟ مانی دلار چقدر میخوای؟ نه داد و بیداد نکن مشتبه. سر صدا زیاد نکن. گردم بلا کار رو نذاشتی. زیاد سر صدا نکن داره مشتبه. میره پویانه دیدیمش. خب مشتبه کم سر صدا کن. داد میزنم. داد فشار داد. چیزی من به اسم فشار نمیشناسم. من فقط داد میزنم. نمیخوام پول 15 تومن پول کارت کیمدی بدم. دلم کارت کیمدی نمیخواد برای پولم بخرم. بچه ها یک خسیسیه. یعنی ببین میگم خسیس ها. خسیس برای خودش حاضر نیست چیزی بخره. یا سمبوسه میخریم یا سمبوسه بهتره. نه من صبح خوردم. یا سمبوسه میخریم یا کیمدی. حالا دیگه بستگی به خود همون. بستگی به مقدار پولمون داره، به بودجمون. من 18 تومن تو کارت پولم به دوتاشون میرسه. 18 تومن تو یه کارت هست. الان وسایل رو بگیم شب میان سلاخی میکنیم. یکم نون بخریم. نان بربری. کاری که میکایل تو تابستون میکرد. میکایل اسم تابستونشو با نون خریدن گذرون. شب میکایل میبینی. میکایل چند روز میشه عروس هندی خرید. تو داری میای؟ شاید داره گوشی رو میبینه میگه اسم کنه داری میای. نه به خدا ندیدم. به جون مادرم ندیده. بذارم یکم از این دایموند سبزا بردارم برم بدم و ابسیدیانی بذارم. اگرم این ویدیو 5 تا لایک خوردن ویدیو تک به تک فری فایر میریم. بابا آخه تو فری فایر بلدی. کال اف پلایر نوسته. خدا زد تو کمرش. خدا زد تو کمرش. خدا زد تو کمرش. خدا زد تو کار میکنی؟ خدا زد. خدا زد. خدا مشتبه سرصدا نکنی گمت. بچه ها مشتبه خیلی کرمه. من کرم نیستم من مارم. 25 تا طلا. 25 تا اسپایدرمن وسایل دایموندی ها رو میخریم. دایموند بربری. مشتبه وستامو پویا بست کیه؟ مستر ویست؟ بابا بهش فکر نکن. مستر ویست بود؟ مستر ویست همین که چند شد با رونالدو عکس گرفته. رونالدو ها چی خواستی بگی؟ رونالدو کیه؟ هر چی خواستی بگی به هریکین برمیگرده. هریکین بنده خدا چی کار کرده؟ فقط یه گل زده به رئال مادرید. آره به خدا چمپیونز لیگ سال تیم مورد علاقه مشتبه تیمش بازیکن مورد علاقه مشتبه هریکینه. محمد صلاحه. اینم از بود پویا زده شد. پسندیده هم خواهد شد. با این دایموندی میپریم دنبالش. سلاخیش میکنیم. تو گونیش میکنیم. یه تیرم حرومش میکنیم. برو گم شو. وای شانسی بود. کل شانسی بود. رانده قبلی از ایدوانم بود. این سری خیلی بد پیش رفتم. بریم یه دستی بیا. نه دیگه تموم شد. نه چند دقیقه شد ویدیو؟ دیگه تمام شد. ویدیو چند؟ بابا 9 دقیقه شد. کمه. یه دست دیگه بریم. دیگه تموم شد. یه دست دیگه بریم مشتبه بیا. دیگه تموم شد. دست آخره. هر کی باخت برده. پر داخل. دست دوم به بعد بدا قایب میشه. پنهان میشن ولی هستن.
بگو خدا. به خدا نمیبینیشون ولی هستن، میتونی بزنیشون. هستن. چی؟ هستن بده. هستن؟ آها نه بده سبز و آبی. خب این بار من زرد شدم ولی بدم نیست. یس آبی شدم. نگاه کن پویان بدم نیست ولی حس میشه. ولی ما هستش. میتونی ببینیش؟ آره. خب اینو برای من بهتر میکنه. من بهتر میتونم بدیشو بزنم. یس. کانال پویانم داخل کپشن میذارم، حتما برید دنبالش. منم کانال مشتبه رو میذارم. دوتا همو میذاره. یس پویان باختی. پویان باختی. فکر میکنی بدم نیست ولی بدم هست. اگه لایکا به 5 تا برسه بچه اگر لایکای این ویدیو، لایکای ویدیوی من نه ویدیو تو، لایکای ویدیوی من به 3 تا برسه اینو مشتبه رو میزنم، ویدیوش هم میذارم. اگه لایکا به 5 تا برسه تو انتظارات فالوورات زیاده. 5 تا وقتی دیگه آپاراترهای دیگه 50,000 تا بالا انتظار دارن فالووراشون. من فقط 5 دونه تاش من یه دنبال یه لایک کنن از خودمه. چند روز دیگه جشن 200 نفری مونه تو کانال اصلی، ولی پویان جشن 200,000 نفری نداره. 200 نفری نداره. 200,000 نفری ها؟ 200 نفری. 200,000 تایی بابا مشتبه. نفری 200 نفری. 200,000 تایی مشتبه. نفری 200 نفری. هزار نفر. هزار. استغفر الله. استغفر الله ربی و اتوب الیه. الله اکبر الله اکبر. الله. مشتبه زیاد ترسه نکن، به قرآن میندازم بیرون ها. اکبر. مشتبه تراس میبینی؟ اشهد ان نه تراس نمیبینی؟ خدای تراس نمیبینی؟ تراس نمیبینی؟ همین تو. نه تراس براتت میگم پایین. خب اینجا پشم، اینجا پشم. اگه لایکا به 5 تا برسه من تو این سرمایه اهواز وسط حیات خودم اهواز یخه. خب مالا چرا اینطور شده؟ اگه لایکا به 5 تا برسه آدرس خونه پویانو میدم. مشتبه نکنی. پادادشه خیابون 8 روبرو شهربازی. حتما بیایید، خونه پویان اونجاست. مریضی مشتبه آدرس خونمو میدی؟ خونه مشتبه این خیابون 13 ساختمونه چی بود؟ امیریان. کجا رو بردی؟ ساختمون پویانینه هم داخل کپشن می نویسن. کپشن من گفتم اگه لایکا به 5 تا برسه میگم. لایکا به 5 تا. بابا ساختمون امیریان حتما بیاید. ساختمون خداییه. این ساختمونه ولی ساختمون نیست. ساختمون نیست بده. پویان تو رو امام ابوالفضل. اول تو رو امام خدا. تو رو حضرت معصومه. نه حضرت فاطمه کی بود اسمش؟ رقیه بود. کی بود پویان؟ محمد قلی بود. نه محمد قلی. اما حسین. نه این کی بود؟ اون امام چهارمیه. عدد 4. آخه من چه میدونم؟ فورتی امام. تو رو امام 14 معصوم باش. ها حرومه بده بزنی. از شیر گاف حروم تره. با من پیککس ندارم. اگه من پیککس داشتم اینجا نبودم. میزنه بعد میرم. بعدش میرم کار دارم. چرا میگردی عمو؟ برگرد. عمو حسین کار داره. عمو حسین کیه؟ عمو حسین حضورم بود. من تجهیزات بردی کنم خدا به تقییم مرد گرده. دارم میام. عمو عبو من میخوام به بازم دیگه. دستم زبونم به خودم نیست. دستم دیگه نمیخورم خونمونا. یهویی میبینی کلت داخل دست من مشتبه.
ابوالقاسم فردوسی. کاری دارم واسه پیشت نیستم. روبرتو کارلوس میشناسی؟ آره بیا پایین. زنده هست. باش تو رو خدا. فعلا تو رو خدا یکم امون بده. وقت محروم تو نمیخورم. وقت نه یکم بده تو چیز کن وسایلای با میدونی دارم با چی بدم و میپوشونم؟ با چی؟ نگو ابسیدیان. بله نگو به خدا. من اصلا نمیدونم ابسیدیان با کدوم سه نوشته میشه واسه کدوم سه خونده میشه. ابسیدیان تو رو خدا یکم به من رحم کن. من جوونم کوچولوام گناه دارم. مسخره بازی دارم یه چک میارمت. چرا نمیرفته پایین؟ چرا دلقک نمیافته پایین؟ وای what the fuck. مرگ دردناک 7 نفر در ازای یک خانواده. امرالدا منو پس بده. باشه میدمت وایس امرالدا منو پس بده. امرالدا منو پس بده. کشیدی بزنمش. وای پویا گوشت بشه به تنم. همبرگر پویا همبرگر مشتا وقت هول شدم الان که دیگه ببینی یه هویی من افتادم داخل پویا برام همبرگر وایت شدم. همبرگر من همبرگر برام همبرگر میشینم رو خسته شدم. هر کی بود برای اون یه جایزه می‌خره. اوکی جایزه امرالدامو چیکار کردی؟ همبرگر خیلی خوردم. بله چیکار کنم؟ بابا لک شدم هرچی میخرم نمیاد تو دستم. منم لک شدم خیالت راحت. بری منم میزنی؟ چی؟ عزیزم من واسه چیزی نخریدم. بچه ها ترسلا میرینم تو خودم. پویان حرف زشت زد. پویان داره اصلا من خورد کنه حرف زشت میزنه. پویان چرا حرف زشت میزنه؟ چون دارید یکم زیادی میرون مخم. آیرانی میرم سمت پویان اونی که وسایل دایموندی خریده. عزیز جونم بی عشق بی نشونم. پویان تو رو خدا نزن. پویان یه لحظه آتش بزن. تو امام حسین به خاطر امام حسین. گم شو دیگه. مشتبه علقه چیش میزنه. مشتبه همیشه فکر آینده رو میکنم. فکر هیچ ندارم.
اینقدر ولی خفن زده بگرد الان میگیری نه یکی زدم با شمشیر چوبی مردی پویان خجالت داره لائی خجالت داره ولی این دیگه بیشتر از این لایی بود لایی آبروبر بود معنی حرف نزن میدونی یعنی چیه؟ همبورگر خریدم همبورگر غذای لذیذی است همبورگر نیم قلب خدای با نیم قلب زندگی میکنی قلب چنده؟ کنی سدیه افتیدم زیر زیر چمونو بنداز من کار ندارم فقط امرالدامو میخوام چی؟ بعدش رفع زحمت میکنم رونالدو؟ امرالد پویان تو رو امام حسین جونم بیا تک به تک با شمشیر چوبی رو چشم بیا تو رو امام حسین به خاطر امام حسین از گذشته ناامیدم از آینده پشیم کجا رفتی؟ پسرم من پسر خوب عزیزم میشه بایی کجایی؟ من میمیرم یکی من نزن عزیزم بابا نزن یه 2 دقیقه گلدن اپل خوردم ولی که نزن گلدن اپل من خوردم من بردم آره مشخصه کی برد خب بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه تا ویدیو دیگه خدا نگهدار خب بچه ها داریم میریم اینا مشتباست به بچه ها بگو داریم میریم کیندی بخریم بابا گورم کردی بچه ها داریم میریم ویدیو بگیریم یعنی داریم میریم کیندی رو بخریم وقتی رفتیم کیندی رو خریدیم ویدیو رو براتون میکنیم چون یکم مسیره حالا رفتیم میایم خب بچه ها قافله رسیدیم اینجا بعدی بخورم اون کجا ما؟ میریم مشتباست اینجا هم دارم میسازن الان اینو میرسیم دوباره ویدیو رو یه قطع کوچولو میکنم بعد میرسیم خب بچه ها خبردشون سوپرمارکتی داریم میریم اول ویدیو رو استاپ کنیم چون داریم ویدیو میگیریم اجازه هست من اونجور که تو قرم کیندی ها داشت داریم میریم مغازه روبروش اونجاست الان میرسیم کنیم یا همین دم مغازه نه بریم خونه نه بچه ها داریم میریم بچه ها این مغازشه بریم کیندی رو بخریم بیایم بیرون ویدیو رو قطع خب بچه ها رسیدیم کیندی هم گرفتیم حالا واتش خب بچه ها توتی درد نمیخوره
نه یورو. اگه رونالدو باشه چی؟ نمیشه. نیست. پرتغال رونالدو. بابا یورو. 2 بار دارم درش میارم. احسن. ممنون. یه باز کن تو. بچه‌ها یورو داره بردیم. یورو رونالدو داره بردیم. میرسیم خونه بقیه ویدیو رو میذارم. خب بچه‌ها این کارتیه که داره بردم. رونالدو یورو بود 2025. کدشو نبینی؟ کدشو دیدن اول ویدیو؟ نه اینا با هریکین. هریکین. همین دوتا رو داره بردم. خب گوش میتونم. خداحافظ.